سلام، من بینا هستم با سری ویدیوهای گریم و جادو. تو این سری ویدیوها گریم و میکاپ توتوریال موجودات سوپرنچرال میذارم و هر چیزی که راجبشون بدونم با شما به اشتراک میذارم و تو این اپیزود میخوام راجب ققنوس صحبت بکنم و یک میکاپ چشم خیلی خوشگل انجام بدم. بیس صورتم یعنی فاندیشن، کانتور و برانزر رو از الان انجام دادم تا اینکه مستقیم برم سراغ آرایش چشم. از یک رنگ زرشکی تیره برای کریس استفاده میکنم. ققنوس تو مصر باستان و دوران کلاسیک یک پرنده افسانه‌ای بود که با پرستش خدای خورشید ارتباط داشت. گفته میشه که تو مصر باستان ققنوس اندازش به اندازه یک عقابه، پرهای قرمز و طلایی خیلی خوشگلی داره، صداش به شدت زیباست در حدی که خدای خورشید و موسیقی در یونان رو یعنی آپولو رو مسحور خودش میکنه. این رو تا اینجا بیارید ولی نه در حدی که ابروتون بچسبه. در دوران باستان گفته میشه که توی هر زمان، توی هر بازه زمانی فقط یک ققنوس در جهان وجود داشته، یعنی فقط یک ققنوس پیدا میشده تو جهان و عمرشون خیلی طولانی بوده و توی اکثر منابع عمرشون کمتر از 500 سال گزارش نشده. اینو یه خورده به پایین چشمم نزدیک میکنیم. وقتی پایان عمر ققنوس نزدیک میشده میرفته یه لونه برای خودش از شاخه و ادویه‌های خوشبو میساخته و اونو آتیش میزده و یه جورای خودشو میسوزونده و از خاکسترش یک ققنوس جدید متولد میشده. یک خورده رنگ مشکی گوشه چشم میزنم، خیلی کم در حدی که عمقش بیشتر بشه. ققنوس جدیدی که متولد میشد خاکستر پدرش رو تو تخم میخک مومیایی میکرد. یک رنگ زرد برمیدارم و به این قسمت چشم میزنم. ققنوس تازه متولد شده وقتی خاکستر پدرش رو برمیداشت و مومیایی میکرد با خودش میبرد به شهر هلیوپولیس، یه شهر باستانی که بهش میگفتن شهر خورشید تو مصر. مرکز پرستش خدای خورشید یعنی رع بوده و مهمترین معبد خدای خورشید مصر یعنی رع اونجا بوده. وقتی این خاکستر رو میبرده به هلیوپولیس توی محراب معبد خدای خورشید یعنی رع اونو میذاشته اونجا، یعنی جوره خدمت میکرده به خدای خورشید. البته تو منابع دیگه هم هستش که ققنوس برای سوزوندن خودش میرفته همونجا و تو محراب معبد خدای خورشید خودشو میسوزوند. رنگ زرد رو تا گوشه چشم میارم اینجا. ققنوس تو مصر باستان با جاودانگی خیلی ارتباط داشت. نماد جاودانگی بود و خیلی جاودانگی موضوع خیلی محبوبی بود تو دوران باستان و مثلا تو روم باستان اواخر امپراتوری روم میگفتن که روم جاودانه میمونه و میگفتن روم جاودانه بهش به خاطر فرهنگش و میگفتن هیچ وقت از بین نمیره روم باستان، در حدی که صداش میزدن روما ایترنا ایترنا آترنا و از عکس ققنوس، از شکل ققنوس روی سکه های رومی استفاده میکردن به عنوان نماد جاودانگی روم. زرد رو تا اینجا میارم. حالا یک رنگ قرمز نارنجی برمیدارم این گوشه. با اومدن مسیحیت این نماد جاودانگی ققنوس یک جنبه مذهبی به خودش گرفت و طبیعتاً برای مسیحی‌ها ققنوس جذاب بود چون که میتونست نماد روح جاودانه رستاخیز روز قیامت باشه و فکر میکنم تنها موجود سوپرنچرالی بود که وقتی مسیحیت اومد باهاش اوکی بودن. اینو تا اینجا میارم تا این زیر، بعد وصلش میکنم به این. به نظرم این رو اینجوری بیارمش تا اینجا که حالت نوک به خودش بگیره. فکر میکنم باحاله. یک رنگی که قشنگ قرمز باشه یعنی توناژ نارنجی نداشته باشه برمیدارم و دوباره اینو پر میکنم. صدا رو میشنوین؟ از روز مادر گذشته ولی تو کوچه دارن برای مادر آهنگ میخونن. anyway توی اسطوره شناسی اسلامی، توی فرهنگ اسلامی ققنوس با عنقا که یک پرنده عظیم و اسرارآمیزه شناخته میشه. رنگ نارنجی برمیدارم. عنقا اولش توسط خدا با تمام کمالات آفریده شد ولی وقتی اومد روی زمین به مرور زمان باعث آزار انسانها شد و واسه همین توسط خدا نابود شد. در واقع عنقا
نماد چیزیه که وجود داره ولی ما نمیبینیمش و نمیتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، یعنی حقیقتی والا که کمتر کسی بهش دست پیدا میکنه. حالا سعی میکنم همه چی رو تو هم فید کنم با همین باقی مونده نارنجی. یه رنگ بنفش بادمجونی که به این بخوره برمیدارم، یه خورده بیشتر کشیدش میکنم. ققنوس توی فرهنگ‌های دیگه هم به شکلی وجود داره. راستی عنقا که توی فرهنگ اسلامی خیلی به سیمرغ هم شباهت داره و سیمرغ هم همیشه اون نماد کمالی بوده که باید خیلی، یعنی به هر کسی بهش نمیرسیده و اگرم میرسیده باید یک مسیر خیلی طولانی و سختی رو طی می‌کرده، مثل منطقه الطیر عطار. واسه همین یه جوری میشه گفت عنقا میتونه همون سیمرغ باشه. مداد مشکی برمیدارم و واترلاینم رو مشکی میکنم. توی فرهنگ‌های دیگه مثلا توی سومر و بابل یک پرنده‌ای بوده به اسم آنجو. آنجو خیلی با خدای خورشید و حکم الهی در ارتباطه. یه سر شیر داره و نشانگر چرخه زندگی و تحول روحه. توی چین هم یک پرنده وجود داره به اسم فنگ هوانگ که خیلی از لحاظ ظاهری شبیه به ققنوس و نمادی از تعادل بین یین و یانگه، یعنی تعادل بین زنانگی و مردانگی، تاریکی و روشنایی. از گلیتر طلایی به اینجا میزنم، امیدوارم که تو ماچ نباشه. توی هند یک پرنده‌ای بوده که بال و منقار عقاب داشته، نارنجی طلایی قرمز بوده به اسم گارودا که نماد شجاعت، قدرت و جاودانگیه که با نجات دادن مادرش و گرفتن اکسیر حیات به جاودانگی میرسه. یک رنگ گلیتری که به سایه‌ای که اینجا زدم خیلی شبیه میزنم اینجا. توی ادبیات کلاسیک هومر و اوید توی متونشون به ققنوس اشاره کردن و اونو به جاودانگی و تولد دوباره ارتباط دادن. یک گلیتر قرمز میرم این ورم انجام بدم، برمیگردم. A few moments later. حس میکنم خیلی شبیه سوپر هیروها شدم. یا مثلا اگر لاک پشتای نینجا یه خواهر داشتن که نمیتونست بین رنگ ها تصمیم بگیره کدومو داشته باشه و همه رو میزد. حس میکنم که اگر نوک دماغم رو یه خورده تیره کنم، یه حالت نوک مشکی بگیره باحال بشه. باحال‌تر شد. ققنوس توی هری پاتر و نارنیام هست، مثل این که حالا هری پاتر رو من میدونم ولی نارنیا رو من فقط 2 قسمت اولش رو دیدم، کتاباشو نخوندم. نمیدونم آیا واقعا اینطور هست یا نه، ولی اونجام هست و خیلی نماد امیده، نماد اینکه تو اوج بدبختی، اینکه فکر میکنی دیگه قراره بمیری یا اینکه توی اوج ویرانی هستی، نمادی از تولد دوباره است دیگه. توی هری پاتر هم قسمت دوم که تالار اسرار بود، تایمی که فکر میکرد رسما اون ماره گازش گرفته بود و سمش هر لحظه ممکن بود بکشتش، تا اینکه ققنوس دامبلدور اومد و با اشکش نجاتش داد. حالا توی اصلا جاهای دیگه نگفته که ققنوس این ویژگی رو داره که اشکش شفا دهنده است، ولی توی هری پاتر این ویژگی رو داشت و خیلی هم وجود وفاداری بود، یعنی فقط به دامبلدور وفادار بود. ابرومو این شکلی میکشم که کلا میکاپم خیلی اجیتر دیده بشه. حس میکنم که یه خط چشم همینجوری کوچولو بکشم باعث میشه که کشیده تر به نظر بیاد. یک ذره بیشتر برانزر میزنم به جای رژگونه. توی روانشناسی هم ققنوس نماد رشد شخصی و توانایی بازپسگیری خود بعد از یک آسیب خیلی جدی روانیه. خیلی زیاد زدم چون با عنوان یک ققنوس که عاشق خورشیده و همش نزدیک خورشید پرواز میکنه بعد حسابی آفتاب سوخته شده باشم دیگه. خیلی قشنگی بهش میاد. یک خورده حس میکنم که رنگ مشکی اضافه کنم به گوشه های صورتم، حالت خاکستر، حالت سوختگی بیش از حد بده. ممکنه یه خورده زیاده روی کرده باشم ولی it's fine. لب بالا رو مشکی میکنم. سایه مشکی.
یه خورده بالای لبمو مشکی میزنم یه حالت فید خیلی کم. به لب پایینم رژ قرمز میزنم. خوشگل شد. تادا! مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. صدام کن. استاد شجریان. خیلی خوشگل شد، فکرشو نمی‌کردم و از دور انگار دماغم عملیه. امیدوارم از این میکاپ و از حرفایی که راجع به ققنوس زدم خوشتون بیاد. اگر چیزی راجع به ققنوس میدونید که من نگفتم و نمیدونم توی کامنت ها بهم بگید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که ویدیومو تماشا کردین.